روباه کوچولی قرمز. این داستان گشتی در بازار. پابلو من خیلی گرسنمه. خب برو یه چیزی پیدا کنه بخور. پاپین چرا به من میگی؟ من که تنهایی نمیتونم برم، تو هم با هم بیا، خواهش میکنم. خیلی خب باش. بیا بریم.
پابلو جونم چیزای لذیذ پیدا کنیم مثل تیکه های آب داره مرغ خرگوش های توپل موپل یه عالم سوسیسای خوشمزه. خب حالا تماشا کن و یاد بگیر. خودشه یه چیزی گیر آوردم بذار ببینم. این روزا نمیذارم ما گربه یه خواب درست حسابی بکنیم. ببخشید فینبار داشتیم دنبال غذا میگشتیم. چرا سطل آشغال؟ جاهای خیلی بهتری برای غذا پیدا کردنم هست. دنبالم بیاین. اینجا جاییه که آدم ها شکار ماهیاشون رو توش میفروشن. نش میگم بازار. چقدر جالب. حالا ماهیگیری در شهر رو امتحان میکنیم. هر کاری من میکنم تکرار کنید. دیدین چه آسون بود؟ حالا امتحان کنیم. حالا نوبت منه. آبای گازم گرفت دویی. ببینم اینجا چه خبره؟ های ماهی ها رو بذار سر جاش. وای نزدیک بود. اصلا نفهمیدم چی شد. درست همون کاری رو کردم که فیلمبار کرده بود. حالا فیلمبار کجاست؟ فیلمبار داری چی کار میکنی؟ ببینین چی پیدا کردم. ولی تو که گفته بودی تو سطل آشغال نمیشه دنبال غذا گشت. خب بالاخره هر کسی میتونه اشتباه بکنه. بیا پاپکین بریم به طرف خونه خودمون. اونجا حتما خوراکیای بهتری پیدا میشه. بریم. هر روز ساعت 11 شبکه پویا. من یه پتوی چکتی. وای نه، از اونی که فکر میکردم سخت‌تره. من برنده شدم. پستی، بادون، فندق. عجله نکنیم، اینا خوشمزه هستن اما خوردنی نیستن. آخه اینا اصلا آجیل نیستن، اینا خانواده آجیلی هان. یه خانواده جذاب که واسه همه سوالاشون یه راه حل خوب دارن. یه سوال مهم. هیچ معمایی واسه آجیلی ها بی جواب نمیمونه. میخوایم ببینیم چطوری؟
آجیلی ها رو تماشا کنید. سلام بچه ها. انیمیشن جذاب آجیلی ها هر روز از شبکه پویا. رینگ 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 شبکه پویا. پنگوئن کوچولویی به نام پولالا. فصل 6. این داستان ستاره های دنباله دار. ستاره ها تو آسمون دارن چشمک میزنن. ادی داره چی کار میکنه؟ ادی سلام بچه ها، باید یه چیزی نشونتون بدم. واقعا؟ آره. فردا شب قرار ستاره‌های دنباله دار بیاد. آخرین باری که ستاره های دنباله دار دیدیم عالی بود. همینطوری ستاره از آسمون رد می‌شدن. آره، من یه عکس دارم. ببینینش. یادم این عکس رو من گرفتم. اوه کرنگ تو عکس نیست. مطمئنم که اونم اونجا پیش ما بود. قرنگ توی عکس نیست، چون توی چادر خوابیده بود. درسته کرنگ خوابش برد. اوه درست میگی. میخوای بری ستاره دنباله دار؟ باشه بیا فردا شب همدیگر تو خونه ما ببینیم و با هم بریم. به این زودی بیدار شدی؟ خیلی خوب کرنگ، منم الان حاضر میشم. میخوای بری ببینیم بقیه هم آمادن؟ اما ما که به این زودی نمیریم. من دوباره میخوام بخوابم. کرنگ رفت که به بقیه دوستای سر بزنه تا ببینه دارن آماده میشن یا نه. سلام کرنگ. آره، میخوام چادرمو برای آیدی امشب بیارم. نگران نباش، خودم میگیرمش. الان میگیرمش. آره حالم خوبه کرنگ، همون چادرمو باد برد. کرنگ به سرعت به دنبال چادر رفت چون فکر کرد بدون اون نمیتونن برن ستاره ها رو ببینن. حالت خوبه؟ کارت عالی بود. حالا کرنگ داره به خونه پوبی میره. قوری قوری قور باقه سرگاز بشه کلاقه. اوه سلام کرنگ. اوه پوبی رفت دنبال دوربینش بگرده، حتما گمش کرده. اینجا نیست، ما همه جا رو گشتیم. بی خیالش رو کرنگ، گمونم این دفعه نتونیم عکس بگیریم. تو حالت خوبه؟
سلام بچه. هی چه خبره؟ کرانک داشت اینجا رو زیر و رو میکرد و دنبال دوربینت میگشت. اوه واقعا هری؟ خب تو خونه ادی بود، من خیلی فراموش کارم. خیلی خوب، یه عکس خوب جلوی ستاره‌های دنبال دار میگیریم. کرانک از خونه پوبی بیرون رفت و راه افتاد به سمت خونه لوپی. چقدر سوختم. داشتم توی فیلم کلوچه میپختم که خوابم بود بخوای زمین رو سیاستانه برای ستاره های دنبال دار بخورم. خیلی دیره، بخوام یه بار دیگه درست کنم. حالا چی کار کنم؟ من گشنه تر از اونیم که منتظر ستاره بمونم. من میخوام برم خونه. کاش کلوچه داشتیم. کرانک میخوای کمکم کنی کلوچه بپزم؟ کرانک خیلی تلاش کرد به لوپی کمک کنه بازم کلوچه بپزه. وای کارمون تموم شد. خیلی ممنون کرانک، بدون تو نمیتونستم این کارو بکنم. کرانک احساس کرد که همه دوستاش آمادن که امشب ستاره‌های دنباله‌دار رو ببینن و بالاخره خیالش راحت شد. دیگه وقتشه کرانک. سلام. کل روزو چیکار کردی کرانک؟ معلومه که آمادیم، خیلی وقت آماده شدیم. بیا با ما بازی کن کرانک. کرانک چی شده؟ باره نوبتی چه؟ آره خیلی خوب، میذارمش اینجا. پس منم مال خودمو میذارم اینجا. منم مال خودم میذارم بالاتر. ادی همشو ریختی. چی؟ نه نریختم، تو ریختی. ای بچه ها دعوا نکنید. تقصیر من نبوده، تو خرابش کردی، خودت هم میدونی. من میرم خونه، دلم نمیخواد ستاره‌های دنباله دار رو با پلو رو تماشا کنم. ادی منم دلم نمیخواد با ادی برم ستاره دنباله دار ببینم. کرانک واقعا دلش میخواست که همه دوستاش با هم برن ستاره‌های دنباله‌دار رو تماشا کنن. تا وقتی که پلو رو اول معذرت خواهی نکنه من باش حرف نمیزنم. ادی اول باید معذرت خواهی کنه وگرنه من نمیام. چی شده کرانک؟ ادی من خیلی متاسفم. چی؟ پلو گفت که واقعا متاسف و گریه کرد. اگه اینقدر ناراحته پس خیلی خوب. میام، میتونی به پلو بگی که امشب باش میام. جدی میگی کرانک؟ لطفا منو ببخش، متاسفم. ادی گفت که متاسفه و از من خواست که ببخشمه. خیلی خوب، خیلی طولش داد. باشه باید میام ستاره‌های دنباله دار تماشا کنم. وقت رفتن برای دیدن ستاره ها بود. برای همین همه تو خونه پرورو جمع شدن. ما اومدیم. سلام به همگی. به تو هم سلام میکنم ادی. وقتی شنیدم مثل یه بچه گریه کردی تصمیم گرفتم که ببخشمت. من هیچ وقت گریه نکردم، تو التماس کردی که ببخشمت. من چنین کاری کردم که گفته؟ کرانک همه چیزو بهم گفت. چی؟ ای بچه ها لطفا دعوا نکنی. کرانک بیا تو حقیقت بفهمی. از نظر من که مشکلی نداره. کرانک بیدار شو. کرانک حتما کرانک خیلی خسته است. آره اون خیلی مشتاق بود ستاره رو ببینه، تعجب میکنه خوابش بوده. کرانک به من کمک کرد امروز صبح چادرمو بگیرم. حالا که گفتی اون امروز صبح به ما هم کمک کرد. اون حتی به
به من کمکم کنی چه بپزم؟ حتما کرنگ میخواسته ما هممون با هم ستاره های دنباله‌دار رو ببینیم. به خاطر هم نمیخواسته که ما رو آشتی بده. فکر میکنم حق داشته باشی. فقط بگید متاسفم. خیلی خوب. ادی متاسفم. منم همینطور متاسفم. خدا رو شکر. خیلی خوب، حالا بریم چند تا ستاره دنباله دار ببینی. اما بدون کرنگ نباید بریم، اون خیلی دوست داشت ببینه. تو بیدار نمیشدی، برای هم نمابردی میکنی. از ما تشکر نکن، به خاطر توی که همه ی منجا پیش همین کرنگ. ای بچه ها چطور یه عکس بگیری؟ حالا این طرف رو نگاه کنید. صبر کنید منم اومدم. شبکه به حال پویا. اینجا سرزمین رویاها. بزن بریم رویا شهر، یک سفر پرماجرا به رویا شهر. سلام، تو خوب هستی؟ این پاشاست، این آراده، این تاماراست و اینم نوچنوچه. قهرمان این شهر کیه؟ رویا شهر همکنون در سینماهای سراسر کشور. هر روز ساعت 11 شبکه پویا. واسه تو خواهر من خودیم مسئول شهر نگاه. چه خونه قشنگی داریم. ما خونه رویایی داریم. عروسک قشنگ من قرمز پوشیده. اینجا بازی میکنیم. فقط بازی. فقط بازی. پاپیچ خورد. با همبازی فصل جدید هر روز ساعت 13:45 از شبکه پویا. تکرار روز بعد ساعت 10 صبح.
بهترین دوستم ابریشمه. امروز یه روز قشنگ دیگه برای بازی کردنه. بیاین شروع کنیم. پس بازی با دوستان قسمت ببریم. بهترین بازی با همدیگر رو تو داستانای ما بازی میکنیم، فکر میکنیم، چیزای جدید یاد میگیریم. یعنی میشتون همیشه بازی تکراری نمیشه. بپر بالا بپر پایین، زود باشید بیاییم بازی کنیم. یه چیز جدید تو صندوقچه بازی افتاده. بریم ببینیم چیه. صندوقچه بازی یعنی این بار چی تو صندوقچه است؟ ببین ابریشم، زرورق خیلی براقه. و چین و چروکی و کرم ابریشمی. هی ابریشم، این یه ابریشم براقه. بیا بریم به تیغی نشونش بدیم. سلام تیغی. خدای من تو خیلی نورانی و تو پلو گرد شدی. ممنونم. میتونم کل روز بهت نگاه کنم. سلام روبی، میخوای ماه همو تماشا کنی؟ ماه تو؟ اوه منظورت ماهه. درسته، ماه. همیشه آرزو داشتم برم اون بالا و اون ماهو بغل کنم، اما خب این غیر ممکنه. پس ما باید ممکنش کنیم تیغی. ها؟ واقعا؟ چطوری روبی؟ اول اونو آرزو میکنیم، بعد کاری میکنیم اتفاق بیفته و میتونیم با این شروع کنیم. زرورق؟ البته ما به کلاه فضایی احتیاج داریم. تمومه. حالا آماده ایم که بریم به ماه. اما روبی ما یه سفینه فضایی لازم داریم. فکر نکنم بتونیم تا ماه پیاده بریم. میتونی؟ راهشو پیدا میکنیم، فقط قدم اول رو بردار. گمونم واقعا داری میکنه انجام میدی. خیلی خوب، قدم اول. روبی قدم اولمون ما رو به خونه افرا آورد. و افرا کلی سفینه داره، میتونیم یکیشو قرض بگیریم و پرواز کنیم به ماه. ما رو میبری؟ لطفاً پرواز به خونه افرا.
رسوندی. افرا خونه ای؟ بیا تو، من طبقه پایینم. از دست این فنرا. سلام افرا. سلام روبی، سلام تیغی. من و تیغی میتونیم ازت یه سفینه قرض بگیریم؟ البته، سفینه خودتونه. ممنون. اوه یه دونه خوبش اینجاست. همگی سوارشین پیش به سوی ما. به سمت ما؟ اون یه زیر دریاییه، اون میره زیر آب، نه به ما. کلی دکمه اینجا. یکی یکی دکمه رو فشار میدیم، مثل این یکی. نه شاید این یکی. این یکی چطوره؟ ها؟ هیچ کدوم از این دکمه پرواز نیست. گمونم واقعا پرواز کردن به ما غیر ممکنه. تسلیم نشو تیغی، ما ممکنش میکنیم. همیشه انقدر بگرد و فکر کن تا راه حل رو پیدا کنی. به نظرت این اهرم چطوره؟ هنوز هیچ اهرمی رو امتحان نکردی. تیغی تو موفق شدی. واقعا؟ داریم پرواز میکنیم به ما. اون دوتا دارن اینجا چی کار میکنن؟ حتما اون دوتا دکمه‌های نور رو روشن کردن. حالا اون آجر کجا رفت؟ اما هیچی نمیبینم. بهتره چراغ رو روشن کنم. روشن‌تر شد. وای ای بابا، روغنا داره میپاشه. بفرما، خیلی خوب و عالی حفاظت شدن. وای روبی، ما واقعا داریم میریم به ما؟ بیا یه نگاهی به بیرون بندازیم. ابرشم باز کردن پنجره. ماه من، تو از نزدیک خیلی قشنگتری. واقعا میتونیم روی ماه هم فرود بیای؟ معلومه که میتونیم، ولی اول لباس فضایی لازم داریم. وقت لباس پوشیدنه. و یه پیچ دیگه و تموم شد. ای بابا، لباس فضایی رو تنم وای نمیسه. بذار فکر کنم. تکون نخور تیغی. هی اگه اونو اینجوری پرچین و چروکش کنیم وای میسه. حالا لباس فضایی محکمی شد. پرت بخور و چین و چروکش کن. بفرما، لباسمون آماده است. حالا فقط کفش لازم داریم. دوباره خراب شد. فکر خوبی ابریشم، باید ضخیم‌تر شه. عالیه. لباسه فضاییمون کاملا آماده. نگاه کن رسیدیم. واقعا رسیدیم؟ بله رسیدیم. باورم نمیشه. باور کن تیغی. وای، من آرزو کردم تسلیم نشدیم و بعد به واقعیت تبدیلش کردیم و حالا روی ما هم. سلام ما.
یه کتاب ماه و یه چرخ ماه و یه آچار ماه پیدا کردم. این یکی با خودمون میبرم برای افرا. روبی نگاه کن. او یه آدم فضایی ماهیه. قیافش یه جورای آشناست. سلام آدم فضای ماهی. سلام چیا میمونی؟ او چی گفت؟ انگار گفت چیا میمونی؟ که حتما تو ماه به معنی سلامه. چیا میمونی؟ وای آدم فضای واقعی دیدی. باید برای افراد تعریف کنی. بیا بریم خونه و بهش بگیم. خداحافظ آدم فضای ماهی. از دیدن ماه هم واقعا لذت بردیم. منظورم ماه توه، یعنی ماه هممون. بیا تیغی. خداحافظ ماه. زود برمیگردم پیشت. خیلی خوب. ایستگاه بعدی خونه افرا. بفرمایید اینم آخریش. تموم شد. سلام افرا، ما برگشتیم. افرا ما رفتیم کره ماه. با زیر دریای من؟ ولی غیر ممکنه. افرا تا وقتی تلاش نکنی نمیدونی چی غیر ممکنه. گام بگم. اما زیر دریایی من نمیتونه بره ماه. حتی یادم فضای ماهی هم دیدیم و آتشون هم میرفت. این آچار ما برای تو سقاطی آوردم. پس این اونجا بود. و منم این کلاه ایمنی زرورقی رو برات درست کردم برای وقتی که تو هم بخوای بری ماه. ممنون. بیا تیغی بریم به بقیه راجع به سفرمون به ماه بگیم. خداحافظ افرا. خداحافظ افرا. ممنون که گذاشتی از سفینت استفاده کنی. سفر به ماه. من میتونم. پس تلاش میکنم. فقط باید قدم به قدم پیش برم. ممنون که بازم ما رو تماشا کردین. گرفتمش. دوستای بازی گوش خدا نگهدار. شبکه با حال پویا. صندوق. عجله نکنیم. اینا خوشمزه هستن اما خوردنی نیستن. آخه اینا اصلا آجیل نیستن. اینا خانواده آجیلی هن. یه خانواده جذاب که واسه همه سوالاشون یه راه حل خوب دارن. یه سوال مهم. هیچ معمایی واسه آجیلی ها بی جواب نمیمونه. میخوایم ببینیم چطوری؟ آجیلی ها رو تماشا کنیم. سلام بچه ها. انیمیشن جذاب آجیلی ها هر روز از شبکه پویا. شبکه با حال پویا. دینگ دینگ.
قسمت الان وقت ترسیدن نیست. هوا تاریک شد و بچه ها دارن بازی میکنن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا اینجایی؟ نه. یعنی کجا قایم شده؟ منم خواب ترسناک دیدم. تو چه خوابی دیدی؟ خواب دیدم یکی در از پنجره میاد تو. منم. بچه ها از خواب بیدار شدن که دیدن کسی تو خونه نیست و پنجره خونه بازه. مامان بابا چه نیستن؟ قبل اینکه بخوابیم خونه بودن. شاید کاری پیش اومده رفتن بیرون. باید پنجره رو ببندیم. من خیلی سردمه. منم. صدای چیه؟ صدای دوست. من میترسم. زودتر به این در پنجره رو ببندیم. حالا دیگه هیچکی نمیتونه بیاد. حالا دیگه هیچکی نمیتونه بیاد. باید پشت در پنجره ها وسیله بذاریم. منم کمک کنم. اگه این بیافته زمین رو بشکنه همه میفهمید. ایشه به زار اصلشو بخورن. خوب شد. حالا که در پنجره قفله و پشت درم چارپایی گذاشتن دیگه امنه. من هنوز میترسم. الان وقت ترسیدن نیست. الان باید آماده باشیم که از خونه مراقبت کنیم. چطوری؟ من بهت یاد میدم فرمانده. من فرمانده؟ بله فرمانده. همه آماده شدن که مراقب خونه باشن. این نقشه خونه است. ما باید جای حساس خونه رو نگهداری بدیم. جای حساس یعنی جای خوراکی ها. من یه نقشه بهتر دارم. چه نقشه فرمانده؟ باید برای دزدا تله بذاری. این چجوری کار میکنه؟ تا دزد بخواد سکه رو برداره کشیده میشه بالا و دزد آویزون میشه. بله شما سربازای من. حساب شد. همینجا خوبه. تا کسی دیدی آژیر بزن. فرمانده آژیر میزنم و تحریمش میکنم. تو هم از اینجا تکون نخور و مواظب باش کسی نیاد تو. چشم فرمانده. فقط اگه دستشویی داشتم میتونم برم؟ آره میتونی بری. تو حریف زیاد میخوری چشمات تو تاریکی هم خوب میبینه. درسته؟ بله فرمانده. خوب به بیرون نگاه کنه هر چیز مشکوکی دیدی بکن بکن. چشم فرمانده. آفرین به این هوش چیا. چقدر خوب داره از خونه مراقبت میکنه. دارم یه چیز مشکوک میبینم فرمانده. چی میبینی؟ یه نفر رفته زیر زمین.
گروهان به طرف زمین. صدای زنبورکه، باید بهش کمک کنی. آره صدای زنبورکی حتما تو دردسر افتاده. اون بالا رفتی چی کار؟ رفتم سکه بردارم. سکه میخواستی چی کار؟ میخواستم عسل بخرم. نگران نباش، الان میاریمت پایین. آخه نجات پیدا کرده. باید بریم بیرون ببینیم تو زمین چه خبره. هر کی نمیترسه با من بیا. خب آماده ای؟ خیلی قربان. بیا این طرفشو بگی ببریش بیرون. بیزر اول تمیزش کنم. صدای مامان باباست. شما برید تو خونه سری همه جا رو مرتب کنید تا نیومدن. برید. مامان اینجا چی کار میکنید؟ بیدار شدی پسرم؟ لابد خیلی سر و صدا کردی. هوا سرد شده، داریم بخاری رو میاریم بالا. آره منو سردمه. برو تو خونه سرما نخوری، ما هم الان میای. منم میخوام کمک کنم. هوا سرد شده و مامان بابا بخاری رو روشن کردن که خونه گرم بشه. چیا و بقیه هم کنار بخاری گرم و خوشحالن. خوشحال که الکی ترسیدن و اتفاق بدی نیفتاده. الهی خونه همه گرم باشه. چیا؟ باز روی روزنامه من نقشه کشیدی؟ نه کار من نیست، کار سربازه. تا خبرداری من خودیم مسئول شهر نگار. چه خونه قشنگی داریم. ما خونه رویایی داریم. عروسک قشنگ من قرمز پوشیده. اینجا بازی میکنی. فقط باز. فقط بازی. پیچ خورد. با همبازی فصل جدید هر روز ساعت 13:45 از شبکه پویا. تکرار روز بعد ساعت 10 صبح. خرگوش کوچولوی سفید. این داستان اولین باری که من آتش نشان شدم.
جبه من تو تاریکی می‌درخشه. این نواره شبنماشو دیدی؟ اینو وقتی برای اولین بار آتش نشانی شدم گرفتم. میخوام ازش بپرسم اون نواره براق شاید و واسه چی به جبهاشون میزنن. تو چی سزار؟ من خیلی خجالتیم، ولی من شجاعم. من وقتی بزرگ شدم یه آتش نشان میشم و به پیرزن و پیرمردا کمک میکنم. بچه ها خودشه، اون یه مأمور آتش نشانه. من لو رئیس آتش نشان ها هستم. یه آتش نشان خانوم؟ من میدونستم. خانوم لوله من کلی سوال پرسیدم. شاید آتش نشان آدمای شجاعی باشن، ولی من از اونام شجاع‌ترم. ما روی اشیا نوارهای براق میبندیم تا بتونیم تو تاریکی یا وسط آتیش پیداشون کنیم. بسیار خوب، آیا سوالی داری؟ درست خرگوش کوچولی سفید. زود باش سوالتو بپرس. من به این سوال جواب بدیم. خرگوش کوچولی سفید، تو سوال داری؟ من امروز صبح غلات با شیر خوردم. من این حرفا زدم واسه چی همه خجالتی بودم، ولی آخه من هیچ وقت خجالتی نبودم. حالا به همتون نشانه آتش نشانی میدم. این خودکار من کجاست؟ خیلی خیلی عجیبه. ما هممون دور تا دور کامیون دنبال خودکار گشتیم. خودکار گرفتمش. خیلی خوب به همه چیز دقت میکنی و یه روز آتش نشان خوب میشی. پس باید رو خودکارتون نوار براق بزنی تا دیگه گمش نکنی. خرگوش کوچولو، فهمیدم سوال مهم و اصلی تو همین بود. بیا این مال تو خودت ازش استفاده کنی. اینم ماجرای آتش نشان شدن من فوق‌العاده بودم و دیگه اصلا خجالتی نیستم. ولی دیگه حرف زدن کافیه، چون باید برم کمک مادر بزرگ و پدر بزرگم. فندق، عجله نکنین. اینا خوشمزه هستن اما خوردنی نیستن. آخه اینا اصلا آجیل نیستن. اینا خانواده آجیلی هن. یه خانواده جذاب که واسه همه سوالاشون یه راه حل خوب دارن. هیچ معمایی واسه آجیلی ها بی جواب نمیمونه. میخواین ببینیم چطوری؟ آجیلی ها رو تماشا کنیم. سلام بچه ها. انیمیشن جذاب آجیلی ها هر روز از شبکه پویا. شبکه با حال پویا. دین دین.
چه خوب، نمیدونستم. چه خوبه این. سلام دایی، حال شما چطوره؟ خوبی؟ سلامت باشی. خیلی ممنون. چی شده دایی؟ دمقین، ناراحتین؟ بابا چیزی شده؟ آره دایی. چی شده؟ داشتم می اومدم خیر باشه. این بیسکویته افتاد زمین، له شد. وا، له شد. همین؟ خورد. الان به خاطر خورد شدن این بیسکویت آره ناراحتی شما؟ نه به خاطر چیز نه. یعنی فقط چون این خورد شده الان انقدر ناراحتی؟ خب آره دیگه دایی. خب خورد شده باشه. یعنی چی خورد شده باشه؟ بعد سرتون که خورد شده. دایی جون من میخواستم با این بیسکویت‌ها برای بچه‌های محله اومدن یه روزه کودکانه برای خودشون راه انداختن، با هم دورم جمع میشن و اینا. گفتم بذار با این بیسکویت‌ها یه خوراکی خوشمزه درست کنم براشون نظری ببرم. خب الان خورد شد دیگه. الان ناراحتی داره؟ آقا من قول میدم با همین بیسکویت شکسته و خورد شده و له شده یه خوراکی خیلی خوشمزه درست کنم. یه خوراکی خیلی خوشمزه درست کنم. با همین بیسکویت؟ آره. مگه میشه؟ چرا نشه؟ بابا یه خوراکی مقوی خوشمزه و خیلی راحت میشه با این درست کرد. اتفاقا راحت تر که خورد شده، چون من به بیسکویت خورد شده احتیاج دارم. جدی داری؟ بله. تو چجوریه که با هر چیزی که بهت میدن بلدی یه غذایی درست کنی، یه خوراکی درست کنی؟ یه چیزای بلدم دیگه، به شغلم مربوط میشه دیگه. بلدم یه کاری بکنم. اصلا حالم جا اومد. خدا رو شکر. دیگه این چیزا که قصه نداره دایی. بچه‌ها اومدن. بیا با بچه‌ها سلام علیک بکنی. بفرمایید دایی شما شروع کنید. شما شروع کنید. من شروع کنم. شما شروع کنید. من شروع کنم. نه شما شروع کنید. اصلا با هم شروع کنیم دیگه. بله. سلام علیکم، سلام به روی ماه شما پسر دخترای گل و نازنینی که توی شمال ایران، جنوب ایران، شرق ایران، غرب ایران، بله. تو سراسر ایران عزیزمون نشستین و دارین برنامه یه خونه آشپزخونه رو نگاه میکنین. امروز هم با شما هستیم با یک خوراکی خیلی خوشمزه و راحت با بیسکویت‌های خورد شده دایی رحمت. بله. حالا منم سلام علیکم بکنم. یه چیز خوشمزه. خیلی عالیه. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خیلی خوشحالم که امروز هم دارین ما رو تماشا میکنین. امیدوارم از خوراکی که امروز میخوایم درست کنیم خیلی خیلی خوشتون بیاد و لذت ببرین. من میدونم خوششون میاد. جدی؟ عالیه. تمومه. بچه هم اومدن. آخ اسمشون که میاد خودشون هم میاد. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام علیکم خانم. سلام من رهای پوسمه. سلام من بارانم مثل لوام. اقل سادت حداد کمک مامانم تخمراق میشکنم. بابوزی این جمع میکنم، عروسایی که جمع میکنم روی جمع کردن کمک میکنم. حلوا درست میکنم، املت درست میکنم. ما امروز با دستو هم میتونیم یه خوراکی خوشمزه درست کنیم. دخترای گلمون اونجوری که خودشون رو معرفی کردن و برای ما گفتن دخترای خیلی هنرمند و خیلی مهربونی هستن که تو خونم خیلی کمک میکنن و خیلی خیلی دوست داشتنی و وظیفه شناسن دایی. بله خیلی دخترای خوبی و من خیلی خوشحالم که با این دخترای زیبا و دوست داشتنی امروز قراره این خوراکی خوشمزه رو درست کنیم. به به منم خیلی خوشحالم. پس میگم که یه کاری کنیم. چیکار کنیم؟ چون که می‌خوایم این خوراکی‌ها رو برای بچه‌ها هم درست بکنیم. به کمک بچه‌ها هم می‌خوایم درست بکنیم و من عجله دارم. سریع بریم دستامون رو بشوریم. خب من معرفی بکنم. آخ راست میگین. خیلی عجله داریم. خیلی عجله داریم. آره حق میدم بهتون چون می‌خوام بریم پیش دوستاتون. اشکالی نداره. من الان سریع غذا رو معرفی یعنی خوراکیمون رو معرفی کنم. بفهم. بچه‌ها با هم دیگه 3 شماره پر انرژی بشماریم. 1 2 3 بفرمایین. این شما و این هم قلقلیای خرما. توپک خرمایی. آفرین. بله. توپک خرمایی. توپک خرمایی. می‌بینید بچه‌ها چقدر خوشمزه، خوشگل، مقوی و یه نظری خیلی دوست داشتنیه. خیلی عالیه. بله. بیا حالا بریم درست کنیم. دستامونو بشوریم، پیشم ببندید، بیایم سریع درست کنیم. بریم بریم. بیا اینوری.
بچه ها دستاشون رو شستن، پیش بنداشون رو بستن، منم دستکشامو دست کردم. چرا؟ چون که قراره قلقلیای خرمایی یا توپک خرمایی درست کنیم و با دست در ارتباطه، باید دستامون حتما دستکش داشته باشه. منم دستکش میخوام. دایی اونجا گذاشتم. بله حتما دستکش میپوشیم و به خاطر اینکه بچه ها میخوان یاد بگیرن و خودشون نوش جان کنن، بچه ها دستکش دستشون نمی کنن، ولی تو خونه حتما دستکش داشته باشیم. خب خانم دکتر بله آماده بریم. خانم دکتر نیستم ولی خب دیگه حالا مثلا دستکش دست کردیم. یه بار تو زندگیتون مثلا یکی بهتون بگی خانم دکتر قبوله. خواهش می‌کنم بفرمایید. بچه‌ها گوشکوبو نگاه کنین. با یه دستتون کاسه رو میگیرین این شکلی، با یه دست بیسکویت‌ها ریختین تو کاسه، با یه دست گوشکوبو روی بیسکویت‌ها فشار میدین. باشه. خب نمیزنیم توی کاسه. چرا؟ چون کاسه شکستنیه و میشکنه، فقط لهش میکنیم. ببین چه راحت خورد میشه. گوشکوبو فشار بدیم بچه‌ها. آفرین. این بیسکویت شکستای منم که هست. بله دایی بله قاطی کردیم دیگه. گفتم میخوام یه چیز خوشمزه درست کنیم. حالا خیلی پودرم نشد مهم نیست، میخوام کامل خورد بشه. من خورد کردم. آفرین. فکر کنم بچه‌ام یه ذره کمک بخوان، من کمکشون بیام بکنم. کمکت. خب چون دستاشون کوچولوئه یه ذره سختشون میشه دایی. خب شما خورد کردین؟ بچه‌ها خورد کردن دایی؟ بله بله بچه‌ها خودشون ماشاءالله خیلی هم عالی حرفه‌ای دارن کار من میکنن. کمک این دخترامون بکنم. بریم مرحله بعدی. بچه‌ها مرحله بعدی میخوایم هسته خرماها رو بگیریم. بله. خب و بندازیم توی کاسه. من کیک تولد درست میکنم. کیک تولد درست میکنه. باریکلا چه هنرمنده. اگه بچه‌های هیئت خب بدونن که بچه‌ها دارن براشون درست میکنن، این دختره گلدن درست میکنن، کلی کیف میکنن. بله اینقدر بچه‌ها بعد یه خوبی که داره روزه ها و اینا چیه؟ چی دایی؟ حالا آدم میره اونجا کمک میکنه، همه این کارو میکنه. مهمترینش اینه که میری دوست جدید پیدا میکنی. آره دایی. بعد یه سری بچه‌ها میرن بازی میکنن دوره هم خوش میگذره. آره کلی واقعا. کلی هم چیزای خوب از هم دیگه یاد میگیرن. پوستاشو هم میتونین پوستاشو بگیرین، هم میتونین خوب بشورین و پوستاشو نگیرین. بله جونم حسه هاشو بگیریم. بله آره دیگه باید حسه هاشو بگیریم. دریا خانوم خرماهاتو بنداز. ببینم خرما بردار، خرماهاتو حسه‌شو جدا کن. خرما رو حسه‌شو جدا کن. بیا اینو دیگه نمیخواد له کنی. هسته خرما رو جدا کن. خرما نمیخواد پوستشو بگیری، این شکلی هسته رو جدا کن. آفرین جدا کردی. اون دو تا خرما رو بنداز. آفرین ارغوان. بردار شما. الان خانم نعنا بیاد دیگه ببینیم چیکار باید بکنیم. چیکار کنیم دایی؟ کیک تولد درست میکنی دیگه نمیخواد پوستشو بگیری. خیلی خوبه. اونا رو شستم کامل. هسته رو در بیارین. خب بچه شیرا رو بریزیم داخل کاسه. خب بعد با دستتون شروع کنین اینو کامل له کنین. تا شاید شیر نیاز آره بذارین باشه. ببینید که بچه‌ها خب این توپک خرماییشون این مرحله کافیه یا نه؟ آره خیلی مرحله جذابیه. خانم برای من خیلی شول شد. برای شما ببینم. خب دایی چون شیر زیاد ریختین خب یه 2 تا بیسکویت بهش اضافه کنین درست میشه. آره نگاه کن این خمیره آماده شد. ببینی این شکلی باید بشه. آره گفتم به خاطر این گفتم شیر کم بریزیم میشه شیر رو اضافه کرد. بیسکویت الان کجا داریم؟ اینجا نداریم. الان آره براتون میارم من بیسکویتو. آره بذارین باشه اونجا. خب شما درستش من درستش میکنم. باشه اینجوری خیلی خوب شده برای شما. هم ببین اوه چه خوب شده. باریکلا. خب من الان میخوام براشون پودر نارگیل بیارم. خب اینجا پودر نارگیل رو ریخت. اشکال نداره سریع جمعش میکنم. آره جارو میزنم. اینجا یه ذره پودر نارگیل میریزیم. دایی کم ریخت دیگه. حالا اشکال نداره. اشکال نداره. حواستون رو جمع کنید دیگه. خانم نعنا از ببر. پیش میاد دایی اشکال نداره. اینجا من برای خودم بریزم، برای شما هم بریزم. برای من بریزید توی خود آره میتونی. آره شاید اصلا همین کمک کنه که آره بله آفرین یه ذره سفت‌تر شه. بریزم توی این کاسه خودشو بگیره. آفرین. ببخشین دستم اینجاست. خب بریم مرحله بعدی بچه‌ها. من نگاه کنید خوب گوش بدین. این خمیری که درست کردیم رو برمی‌داریم. یه کوچولو نگاه کنید منو بچه‌ها. یه انقدی
بردارین یه انقدی. خب بندازین توی این پودر نارگیل. آفرین. بچه‌ها توی دست شما درد نکنه، فقط خیلی بزرگه دایی، کوچولو کوچولوش کنین. اینجوری تو دستتون قلقلی کنین. خب این الان آماده شد. نگاه کنین چقدر خوشگل شد. ببینین دیدین بچه‌ها این شکلی یه قلقلی خوشگل دونه دونه درستش میکنیم و این تموم شد. به همین راحتی به دایره کنیم. دایره میکنیم. آفرین. میندازیم توی پودر نارگیل و دایره میکنیم. آفرین دایی. یه ذره قلقلیتون رو قشنگتر اینو گردش بکنین. نگاه کنین بذارین کف دستتون این شکلی قشنگ قلقلی بشه. گفتم شاید اینجوری نه خوشگل‌تر میشه. دیگه همین. ما الان کارمون تموم شد. خب اینا رو میذاریم توی کاغذهای کوچولو کوچولو یا همینجوری توی دیس میچینیم. بعد میبریم به ایستگاه صلواتی میدیم توی روزه، توی هیئت و اون موقعی که آفرین بچه‌ها درست کنین تا این خمیره تموم بشه. خانم نعنا. بله دایی. بچه‌ها امشب خیلی خوشحال میشن که داریم یه چیز جدید بله برای نظریشون میبریم و خوشمزه و خوشمزه و مقوی. به بله میخوایم با بچه‌ها اینجا رو جمع کنیم. بله. ظرفا رو بذاریم توی ظرفشویی. بعد اینا رو بچینیم تو ظرف، بچه‌ها ببرن نوش جان کنن. ما هم یه ذره بیشتر درست بکنیم بعدش که شما ببرید واسه خوشم اومد از این. خب من الان اینا رو میبرم، من اونا رو ادامه بدم. بله. شما اینجا رو جمع بکنید، من برم اونا رو درست کنم سری بیارم. باشه. خیلی خوشم اومد از این درست کردن. خیلی هم خوب. دستامون هم میشوریم. آره دستامون من که دستشون مال بچه‌ها ببرم یا همینا رو ببرم؟ اینا رو ببریم، من برای بچه‌ها رو برمی‌دارم. آره. پس من دیگه حواستون باشه. خوب وصله رو جمع کنید لطفاً. تمیز و مرتب. با شماره 3 می‌خوایم اینجا رو جمع کنیم همه با هم. 1 2 3 بودیم بیاین ظرفا رو بدیم به من. جاتون خالی. خیلی خوش گذشت. بله واقعا. خیلی. این توپک‌های خرمایی رو درست کردم. بله دستتون بعد درد نکنه. بچه‌ها اومدن سهم بچه‌ها رو دادم بردن برای نظریه شب. دیگه اینا رو هم دیگه آماده کردیم دیگه. بله. شما هم که زحمت کشیدین و اینجا رو تمیز کردین. خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه. دایی دست شما هم درد نکنه. زحمت کشیدین. بچه‌ها دست شما هم درد نکنه. امیدوارم که بچه‌ها از این آموزش خوشمزه ما خوششون اومده باشه. این خوراکی رو درست بکنن و لذت ببرن توی هیئت‌ها، ببرن ایستگاه‌های صلواتی، هر جا که دوست دارن این نظریه رو پخش کنن. بله. من مطمئنم که بچه‌ها خیلی دوست داشتن این برنامه رو. بچه‌های توی خونم درست کنن. بله. این توپک‌ها رو موقع پخششون راستی برام عکس و فیلم یادشون نره بفرستن. دایی خدافظی می‌کنیم با بچه‌های توی خونه. خیلی ممنون که ما رو نگاه کردین. این روزا التماس دعا ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنین. بچه‌ها خدافظ. بچه‌ها خدافظی کنید با دوستاتون.
کاربرداری من خودیم مسئول شهر نگرد. چه خونه قشنگی داریم. ما خونه رویایی داریم. عروسک قشنگ من قرمز پوشیده. اینجا بازی میکنی. فقط بازی. نه فقط بازی. پاپیچ خورد. با همبازی فصل جدید هر روز ساعت 13:45 از شبکه پویا. تکرار روز بعد ساعت 10 صبح. رینگ 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 شبکه پویا. سنگ کجا رفت؟ الان میارمش. مامان داره چی کار میکنه؟ مامان داری چی کار میکنی؟ میخوام توی باغچمون سبزی بکارم. دارم سنگای بزرگ از توی خاک در میارم تا بتونم از همه جای باغچه استفاده کنم. میخوای کمک کنی؟ وای شکل توپه. چقدر سنگت خوشگله بادو. مگه سنگا محکم نیستن؟ چطوری به این راحتی شکست؟ همه سنگا مثل هم نیستن. بعضیاشون خیلی محکمن، بعضیاشون هم نه. اینو بگیر. به نظر سنگین میاد. پس نمیتونه نگهش داره؟ نمیتونم نگهش دارم. نگران نباش، محکم بگیرش. چرا سبکی؟ گفتم که جنس و سنگینی و محکمی سنگا با هم فرق داره. خسته نباشید. بچه ها ممنونم که کمکم کردید. میشه اینا مال من باشه؟ میخوای باهاشون چیکار کنی؟ میخوام نگهشون دارم. خیلی خوشگلن. اینم یه جور سنگه. اینقدر قشنگه که باهاش چیزای تزیینی درست میکنن. میشه بهش دست بزنم؟ یه سوال مهم. سنگا چطوری درست میشن؟ چرا رنگ و
اندازه هاشون فرق داره. آفرین، سوال ما رو باهوشتر میکنه. بابا سنگا چطوری درست میشن؟ اصلا چرا رنگاشون و اندازه هاشون با هم فرق داره؟ چه سوال جالبی. حتما جواب جالبی هم داره. رایا سلام بچه ها. بچه ها میخوان بدونن سنگ چیه. زمین مثل یک کیک چند لایه است. بعضی لایه هاش سفت و سخته، بعضی لایه هاش هم نرم و گرمه. مثل کیک شکلاتی. آفرین، بله. سوال مهمتون یادتون نره، سنگا چطوری درست میشن؟ سنگا 3 جور درست میشن. رایا؟ لایه های زیر زمین از آتش فشان ها فوران میکنه و میریزه بیرون. لایه های نرم زمین خیلی داغن، وقتی بیان بیرون سرد میشن. وقتی سرد بشن سفت میشن و تبدیل به سنگ میشن. اینجور سنگا با توجه به اینکه مواد داغ زیر زمین از چی درست شده باشن، رنگشون با هم فرق داره. خب حالا یه مسابقه داری. مسابقه چی؟ تا این دونه ها نرفتن پایین شربت رو تموم کنی. چه سختی. یه شربت خوشمزه. میدونید به اتفاقی که برای دونه های شربت افتاد چی میگن؟ میگن ته‌نشین شدن، یعنی دونه ها رفتن ته لیوان و اونجا نشستن. این اتفاق توی دریاها و دریاچه ها و رودخونه ها هم میفته. ذرات خاک و مواد دیگه‌ای که توی آبها ته‌نشین میشن، توی سالهای طولانی تبدیل به سنگ میشن. بعضی سنگام توی شرایطی قرار میگیرن که تغییر شکل میدن. بعضیاشون به خاطر گرمای زیاد لایه پایینی زمین شکلشون عوض میشه. حالا فهمیدم. سنگا لایه سفت روی زمینن، مثل طبقه بالایی کیک شکلاتی. بدوید بریم توی حیاط باهاشون بازی کنیم. به بازی دست جمعی. آفرین بادوم، چه قورباغه قشنگی ساختی. مال تو هم خوشگل شده. آفرین. حالا نوبت منه. این دیگه چیه؟ اینم از نمونه سنگی آخرین اختراع من. ای بابا چسبش هنوز خوش نشده بود.
شبکه پویا. فروشک‌های بامزه. بازی زیر بارون. چی داره میکشی قهوه؟ یه میوه خیلی بزرگ. خیلی خوشمزه است. الان میخورمه. من میخوام شما رو نقاشی کنم. واقعا؟ میتونی منو نقاشی کنی؟ بله میکشم. داره بارون میاد. پس بیاییم برگردیم خونه. زود باشیم. این بارون همه نقاشیامون رو شست و پاک کرد. میتونید بعد از بارون دوباره نقاشی کنید. ولی زمین گل میشه ماما. نمیتونیم تو گل خوب نقاشی کنیم. من از بارون بدم میاد. منم همینطور. باز بارون میکند خوشحال بارون. اونجا رو نگاه کنی. دوست دارم برم بیرون. من توی هوای بارونی. این کیه که از بارون خوشش میاد؟ من آقای کرمم. بارون رو دوست دارم. حوضچه های کوچیک رو دوست دارم. قطره های کوچیک بارون رو دوست دارم. من دوست دارم بارون رو. بارون میکنه خوشحال منو. چه آواز قشنگی. سلام متشکرم. و شما دارید چی کار میکنید؟ اینجا وایسادیم تا بارون رومون نریزه. او خدای بزرگ، نمیخواید بارون روتون بریزه؟ دوست ندارید زیر بارون بازی کنید؟ عجیبه که نمیخواید بارون روی شما بریزه. بچه ها بیاید زیر بارون بازی کنیم با هم. چی کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم یه عالمه بازی کنیم. خیلی عالیه. حرف منو گوش کنیم. بیایم بریم بازی کنیم. هیچ یادتون نرفته بارونیاتون. حالا برای بارون آماده ایم. بریم بازی کنیم. حالا دوباره برای بیاییم باشه. من قطره های کوچیک بارون رو دوست دارم. زیر بارون بازی میکنیم. بارون منو میکنه خوشحال. شما همتون عالی هستین. بازی زیر بارون چطوره؟ پس میتونیم بازم بازی کنیم. بهتره تو حوضچه های کوچیک شلپ شلوب کنیم بچه. شلپ شلوب شلپ شلوب شلپ شلوب. بچه بیاین بازی کنیم. شلپ شلوب. بیایید بازم شلپ شلوب کنیم. توی آب شلپ شلوب کنیم. شلپ شلوب شلپ شلوب شلپ شلوب شلپ شلوب شلپ شلوب. حالا بیایید روی زمین لیز بخوریم. لیز میخوریم. بارون بند اومد. ای بابا چه زود. آقای که دیگه وقتی بازی زیر بارون تموم شده. آره؟ نه من میخوام بازم بازی کنم. وقت بازی تموم شد ولی بارون یه هدیه به ما. هدیه کجاست؟ خب اون روجاست. وای رنگی کمون. چقدر قشنگ کمون. حالا پایینم نگاه کنید. نگاه کن مامان اونجاست. ما هم هستیم. آقای کرم هم هست. این خیلی خیلی خوب بچه ها دیگه وقت خدا حافظیه. خیلی دوست دارم ولی تا خورشید خیلی داغ شده باید برگردم زیر زمین. ازت ممنونم آقای کرم. بچه‌های من زیر بارون خیلی بازی کردن. خیلی خوب. خدا نگهدارتون بچه ها. تا بارون بعدی خداحافظ. مواظب خودتون باشید.
خیر به حال پویا. دینگ دینگ. ماشین کوچولوها این قسمت چیز توی خواب پرواز میکنه. بذار ببینم کسی کمک لازم داره یا نه. بذار ببینم. باب اونجاست. سلام باب. چی بهم سلام کرد؟ منم این بالا. سلام چطوری؟ خوبم. داشتم یه دوری میزدم ببینم کسی کمک لازم داره یا نه. من که الان مشکلی ندارم. چیز خیلی متشکرم. خدا رو شکر. اگه کاری داشتی بهم خبر بده برات انجام بدم. باشه. خیلی خوب. حالا که کسی به من احتیاج نداره برم یکم استراحت کنم. چه خوبه که میتونم یکم استراحت کنم. یکم خوابم میاد. باید برم کمکشون کنم. صبر کنید الان میام. خیلی خوب. صدای چشم میاد؟ آره اونهاش. چرا چشماش بسته است؟ وای نه داره تو خواب پرواز میکنه. حالا چیزی نخورده باید بیدارش کنیم. آره تندتر بریم. چیس وایسا. چیس بیدار شو. صبر کنید دارم میام. شما خیلی خیلی مهربونی. وای نه الان میخوره به اون درخت. چیس صبر کن ببینم. داشتم خواب خیلی خوبی میدیدم ولی الان میبینم که بین شاخه‌های درخت گیر افتاد. حالت خوبه چیس؟ آره خوبم ولی چطور اومدم بالا نمیدونم. تو خواب پرواز میکردی؟ معلومه این بار دیگه توی خواب پرواز میکردم چون الان بالای این درخت گیر افتادم. باید بریم آسترا بیاریم. آره اون میدونه باید چی کار کنه. چیس همیشه بمون. فکر نمی‌کنم جایی بتونم برم. تندتر از شبیه اینجا. اینه هاش. دیدمش. سلام آسترا. سلام چطوری رفتی اون بالا؟ انگار توی خواب پرواز میکردم ولی هیچ یادم نمیاد. خب نگران نباشه. تنها ماشینی که میتونه بهت برسه منم. متشکرم. فکر نمی‌کنم بازوت بهم برسه. آره زیاد بلند نیست. نگران نباشین. استفاده های دیگه ای هم میتونم ازش بکنم. بچرخ قلاب مخفی پرتاب میشه. تونستی منو بگیری؟ خیلی خوب دارم میارمت پایین. دارم میافتم پایین. وای درخت داره خواهیشه. داره به همون نزدیکتر میشه. من جوری بین درخت ها گیر افتادی. انگار اون شاخه داره میشکنه. آره فکر میکنم برای اینکه بیاریمش بیرون اول باید ببریمش بالا و بعد بیاریمش پایین. میفهمم ولی بازو بیشتر از این بالا نمیره. برات میگردونم سر جای اولت. باشه پایین کشیدنش فایده نداره. نگران نباش چیس میاریمت پایین. ما ماشینا به این راحتی خسته نمیشیم. ما همیشه همه سعی خودمون رو میکنیم. آسترا میدونی وقتی چیس رو میکشیدی درخت خم شد. اگه بیشتر درخت رو خم کنیم شاید چیس بتونه از بین شاخه‌های درخت بیاد. فکر خیلی خوبیه لیلی. آسترا فکر میکنی زورت میرسه درخت رو بیشتر خم کنی؟ فکر میکنم بتونم. بذارین از جلو با قلابم محکم بگیرمش. خوبه آسترا. موفق میشی. گرفتمش. آماده باش تا بیارمت بیرون. آماده‌ام. خیلی خوب. خوبه. میکشمش پایین. بیشتر آسترا. ولی داره خم نمیشه. یا ما بریم هولش بدیم. زود باش. باشه بریم. فکر خوبیه. آره فکر خوبیه. هول بده. ببین. آزم. هول بده. که درخت خم شد.